سلام بر شما بینندگان و همراهان گرامی. امیدوارم که اوقات خوشی داشته باشید و ایام به کامتان باشد. امروز میخواهم روایتی را برایتان بازگو کنم از دورانی که هنوز سایه عناوین و القاب بر روابط انسانی سنگینی نمیکرد. داستانی از منشوالا که نشان میدهد چگونه آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی چون امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را چنان تربیت کرده بود که در قامت یک مسلمان راستین تجسم عملی اخلاق و جوانمردی باشد. درس همسفری در آیین نبوی. در روزگاری که رفت و آمدها در جریان بود، امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در میانه راه با مردی از پیروان سایر ادیان همسفر شدند. این دو تصمیم گرفتند به دلیل اشتراک در بخشی از مسیر همراه یکدیگر باشند. طی این مسیر گفتگوهای صمیمانه‌ای میانشان شکل گرفت. حضرت با چنان احترامی با آن مرد برخورد کردند که هیچ گونه احساس بیگانگی میانشان باقی نماند. زیرا برای حضرت همراه ایشان تنها یک انسان بود که حقوقی بر گردن همسفری خود داشت. هنگامی که به دورایی رسیدند و زمان جدایی فرا رسید، مرد با تعجب دید که حضرت علی علیه السلام مسیر خود را تغییر دادند و چند گامی را در مسیری که آن مرد میرفت در پیش گرفتند. مرد با شگفتی پرسید: آیا شما نگفتید که به فلان سمت می روید؟ پس چرا این راه را در پیش گرفته اید؟ حضرت علی علیه السلام با متانت و آرامشی که برخواسته از آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود، پاسخ دادند: آری، مسیر من آن سو است. اما پیامبر ما فرمودند که هرگاه دو نفر در یک راه با یکدیگر همسفر شوند، حقی بر گردن یکدیگر پیدا می‌کنند. من به پاس این حق که اکنون به گردن دارم، می‌خواهم چند گامی شما را مشایعت کنم و پس از آن به راه خود ادامه دهم. این کردار انسانی چنان تأثیری بر آن مرد گذاشت که در همان لحظه لب به تحسین گشود و گفت: بی تردید همان اخلاقی کریمه و بزرگمنشی پیامبر شماست که سبب شده تا دین او با چنین سرعتی در قلب‌های مردم جای باز کند. همین برخورد ساده اما عمیق چنان تحولی در نگاه آن مرد ایجاد کرد که در همانجا حقیقت اسلام را با جان و دل پذیرفت و از آن پس به یکی از یاران باوفا و صادق حضرت تبدیل شد. در پایان، برای تک تک شما همراهان گرامی، روزهایی لبریز از آرامش، تنی سالم، قلبی مهربان و عاقبتی نیکو از درگاه خداوند متعال خواهانم. امیدوارم همواره منادی اخلاق و انسانیت در جامعه خود باشید. شاد، سربلند و موفق باشید.